أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا یوقنون. امروز روز جمعه بود. معروف است روز جمعه مؤمنین صبح شادند، بعد از ظهر غمگین می شوند. آقایون اینطوری میگن که چون صبح احتمال ظهور امام زمان هست صبح جمعه، لذا مردم شاد میشن که بلکه روی مبارک اون آقا رو ببینن، و بعد از ظهر چون از ظهور مایوس میشوند لذا غمگین میشوند. خدا رحمت کند رفتگان شما رو و رفتگان این سرزمین عظیم رو که افتخار تشیع از این سرزمین است. مرحوم والدمون گفت درستش اینه که چون بعد از بعد از ظهر روز جمعه نامه اعمال ما عرضه می شود به امام زمان و کاری نکردیم که دل امام زمان رو شاد کنیم، لذا غمگین می شویم. امشب به حول و قوه الهی میخوام در مورد امامت صحبت کنم. گاهی وقتا شبهاتی مطرح می شود که متاسفانه به خاطر اینکه بعضی از ماها کار نمی کنیم، دنبال شبهه نمی رویم، شبهه بی پاسخ می ماند، بعد در بعضی از جوانها اثر می کنه. اول اجازه بدید اعتقاد به امامت رو و اینکه امام معصوم چقدر ما حاضریم در خدمت او باشیم رو بیان کنم، بعد آیه‌ای که تلاوت شد رو تفسیر کنم. سهل خراسانی آمد خدمت امام صادق، فرمود آقا جان در خراسان شما زیاد شمشیر زن دارید، مرید دارید، افرادی دارید که آماده هستند که از دین دفاع کنند، چرا قیام نمی کنید؟ خیلی به امام اصرار کرد. امام به خادمش گفت برو تنور نون رو روشن کن. گفت سهل خراسانی برو تو تنور آتش بنشین. اگر من امام معصومتم، اگر از من سوال میکنی بهت میگم که در این تنور که روشن است بنشین. گفت آقا میخوای مرا بسوزانی؟ همون لحظه هارون مکی وارد شد. امام بهش گفت که هارون وارد تنور شد، کفشاشو در آورد رفت داخل تنور. امامم شروع کردن با این سهل خراسانی صحبت کردن. مدتی که گذشت
بهش گفت سهل، برو در تنور رو بردار، داخل تنور رو ببین. در تنور رو که برداشت، دید هارون زانوهاش رو جمع کرده در تنور نشسته. میدانید خداوند متعال بعضی از وقایع رو به افراد نشان میدهد تا درس باشد برای دیگران. قرآن کریم میفرماد ما برای شما پیشوایان و امامان قرار دادیم، کسانی که صبر کردند و کسانی که به آیات ما یقین داشتند. یعنی افرادی که زعامت امت رو از طرف خداوند متعال به عهده میگیرند، اینا آزمایش شدن، اینا تمام وجودشون در راه خداست. لذا فرمود خدایا لو کشف الغطاء مزددت یقینا. خدایا اگر پرده رو برداری، امیر المؤمنین فرمود که اگر پرده رو برداری در یقین من هیچ اضافه نخواهد شد. یعنی خدایا من به وجود مبارک تو یقین دارم، به دستورات تو یقین دارم و خودم رو در این راه فدا می کنم. امام حسین مرگ رو تشبیه کرده به این گردنبندی که نوعروس می پوشد. خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتات. یعنی مرگ خدایا در راه تو مانند آن گردنبندی است که نوعروس به گردن می کند. شب عاشورا امام حسین اصحابش رو جمع کرد. ببینید اصحاب راستین این بودن و کیف خود ائمه همه رو جمع کرد. گفت مردم، اصحاب، من بیعتم رو از شما برداشتم. امشب هر کدام از شما دست یکی از بچه های من رو بگیرید، از اینجا دور بشید. وفاشون رو به امام حسین نشان دادن. چی بود اون شب؟ کان لهم دوی کدوی النحل بین قائم و قاعد و راکع و ساجد. ناله می کردن، زوزه می کردن، نه از ترس، نه از خوشحالی که این که نزد خدا دارند می روند. از اون فرصت استفاده کردند که بتوانند عبادتی رو قبل از لقاء انجام بدن. عامه بهشون میگیم این ائمه ما و این نص قرآن است که میفرماید ما گروهی رو انتخاب کردیم به خاطر صبری که کردن و به خاطر اینکه به ما یقین دارن. شما چی دارید؟ میگن قضیه غار، قصه غار. سوال میشود قصه غار چیه؟ آیا بزرگ شما مگر نگفت پیامبر به او لا تخف ان الله معنا؟ اگه یقین داشت، اگر خدا رو قبول داشت، اگر به اون مرتبه یقین رسیده بود، داعی نداشت پیامبر به او بگوید نترس. به آیاتنا یوقنون، به آیات ما یقین دارن. آنچه ما گفته ایم در قرآن کریم به اون یقین دارن، شبهه‌ای در اون ندارن. تو اگر یقین داشتی به این که کنار پیامبر اکرم برای اون که اون واقعی که مشرکین انجام داده بودن پیامبر در امان باشد همراه او شدی، اگر به دین پیامبر یقین داشتی، دیگه نمیفرمود به تو نترس ان الله معنا.
این نشان میدهد اینایی که ادعا میکردند زعامت امت رو به عهده گرفتن، یا ما به واسطه سقیفه تعیین شدیم تا امت رو راهنمایی کنیم، اینها در عقیدهشون خالص نبودن. با شعار حق میخواستن به دنیاشون برسن. فرمود و جعلنا ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. یه گروهی رو ما انتخاب کردیم، فعل خیر رو به اونها گفتیم، اینا نماز به جا میارن، زکات میدهن و اینا ما رو عبادت کرده اند. اینا برگزیده خدا. خدا وقتی میفرماد ما اینها رو انتخاب کردیم، یعنی ای مردم بدانید ما رهبری رو برای شما تعیین کردیم، کسی رو تعیین کردیم که شما رو به سعادت بفرساند. فعل الخیرات، خیر رو به شما بگوید، اقامه نماز کردند، زکات دادند، تنها برای ما عبادت کردند. یعنی خدا رو مد نظر داشتن. اینا بعد از امتحان تعیین شدن که بتوانند مردم رو هدایت کنند. امام حسین روز نهم عمر ابن سعد دستور داد که حمله کنید به خیام. فرمود برادرم ابوالفضل برو ببین عمر ابن سعد چه میخواهد. آمد گفت برادر نامه اومده از ابن زیاد که یا امروز بیعت کنن یا اونها رو به شهادت برسانید. گفت برادرم ببینید این امامی که یقین دارد، سلام علیکم، اون امامی که خدا او را انتخاب کرده است، به روحی له الوداع ابوالفضل میگه برو یک شب فقط مهلت بگیر، لعلنا نصلی لربنا لیله و ندعوه و نستغفره فهو یعلم انی قد كنت احب الصلاة له و تلاوة کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار. یه شب فرصت بگیر. نمیگوید که میخوام با بچه هم صحبت کنم، زندگیم رو مرتب کنم، کارای دنیوی رو جمع جور کنم. نه، برو فرصت بگیر، میخوام با خدا قبل از لقا راز و نیاز کنم. لذا فرمود کانوا لنا عابدون. محدث قومی نقل می کند این ابی حمزه ثمالی با یه جمله تو مسجد نشسته بود، دید یه نفر میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. میگه موهای بدنم سیخ شد از این کلام. امام معصوم وقتی نطق میکند نطقش هم انسان سازی است. نگاه کردم دیدم زین العابدین از روحی له الفدا. اینا وقتی که برای عبادت می ایستادند، وقتی با خدا راز و نیاز می کردن، از خود بی خود می شدن. مگر نشنیدید معروف است این قضیه، هم عامه نقل کرده است این رو، هم خاصه نقل کرده که در جنگ صفین تکه‌ای از شمشیر در پای علی ابن ابی طالب ماند.
نتوانستند این رو از پای علی ابن ابی طالب خارج کنند. گفتن فقط هنگامی که امیر المؤمنین در حال سجده است و در حال عبادت است او را خارج کنید. روایت میگه سوال شد از امیر المؤمنین، گفت من متوجه نشدم که این تیغ رو از پای من خارج کردید. اینا اینگونه در مقابل خدا بودن، لذا خدا اونها رو انتخاب کرد. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. عامه و خاصه نقل می کند آن کسی که در حال نماز به فقیر شیء داد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود. پیامبر خداوند متعال میفرماد ولی شما این است، یعنی منتخب است، انتخاب شده است از طرف من که شما رو بتواند هدایت کند. شما از کجا میگویید که امامت از نسل پیامبر است؟ چون فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خدا ابراهیم رو امتحان کرد و در قرآن به او رو ذکر کرده. اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. امتحانا رو تموم کرد. قال انی جاعلک للناس اماما. حالا که امتحان تموم شد، حالا که قضایا پایان یافت، ابراهیم تو رو بر امامت انتخاب کردم. یه خواستی از خدا کرد. قال و من ذریتی. خدایا من رو امام قرار میدی، از ذریه من هم قرار بده که پیامبر اکرم روحی له الفدا از این ذریه است. بعد یک کلمه ای دارد، یه جمله ای دارد خداوند متعال که حجت رو بر همه تمام کرده که امام معین است. امامی است که خداوند متعال او رو تعیین کرده. فرمود لا ینال عهد الظالمین. اما کسایی که ظلم کردن امامت از طرف من برای اونها نیست. من اینها رو به عنوان خلیفه قرار نمیدم. این رو به عنوان زعیم، کسی که بتواند مؤمنین، کسی که بتواند مسلمین رو راهنمایی کند قرار نمیدهم. به من بگید ببینم 41 سال اولی و دومی به اعتراف خود اهل سنت اینا بت پرست بودن، یعنی به خودشون ظلم کردن. کسی که از راه صحیح خارج می شود و غیر از خدا رو معبود خود قرار می دهد، این به خودش ظلم کرده، ظالم به نفسشه. خدا می فرماد اینا رو من امام قرار نمیدم. بعد خداوند متعال اکمال دین رو گفت یا رسول الله تا امروز خیلی زحمت کشیدی، اما یک کار رو باید انجام بدی. این کار اگر انجام نگیرد تو رسالتت رو کامل نکردی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر اینو انجام ندادی تو رسالت رو انجام ندادی. خداوند آنچه که به تو گفته است رو نرسوندی. به اعتراف خود اهل سنت و تمام مورخین و مفسرین شیعه، این آیه قرآن در روز غدیر خم نازل شده. غدیر خم یه منطقه است نزدیک جحفه. خدا قسمت کند اینایی که از طریق مکه میخوان برن محرم بشن باید برن جحفه محرم بشن، برن به طرف مکه. یه سرزمینی است گرم، بی آب و علف،
که وقتی تابستان میرسد این علفهایی که از روی زمین خارج شده میسوزه از شدت گرما. پیامبر اکرم برای چی مردم رو تو اون گرما جمع کرد؟ مسجدش بود، خود مراسم حج بود، چرا مردم رو در اون مکان سوزان جمع کرد؟ بعضی از مورخین نوشتن آنقدر زمین گرم بود که عده‌ای لباسهای خودشون رو زیر پاهاشون قرار داده بودن که پاهاشون نسوزه. فرمود مردم تا امروز من رهبر شما بودم، در حجة الوداع بود، شما رو راهنمایی میکردم، اما از حالا به بعد کسی که مولاش مرم، مولاش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. اما مردم، این که من میگم که شما چقدر به امامتون عقیده دارید، آیا حاضرید اگر به شما گفت در تنور آتش بنشینید مینشینید، یا لقلقه زبان است مثل آنان که در غدیر خم بودن؟ خیلی ها در غدیر خم بودن و وصیت پیامبر رو شنیدن، اما روزی که فاطمه در خانشون رو زد گفت بیایید شهادت بدید، شهادت ندادن. دنیا براشون ملاک بود و دنیا و ما فیها. بعد فرمود وقتی ابلاغ کرد پیامبر اکرم آنچه که خداوند متعال وحی کردن، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم. حالا که ولایت امیرالمومنین ابلاغ شد، حالا که به شما رساندم، حالا که مطلب به شما رسید، دین کامل شد. سوال شد، ابی بصیر میگه سوال کردم آخه این جوونا خیلی پاکن، یه آدمی که دنیا او رو فرا گرفته و دنیا گولش زده، خب خدا اگه میخواست اسم امام علی رو از تو قرآن میورد، چرا نیورد؟ میورد این همه مسلمون راحت میشدن. اولا آقایون کتاب قرآن کتاب قانونه. ابی بصیر این سوال رو از امام صادق کرد، گفت آقا جان چرا نام امیرالمؤمنین تو قرآن نیامده؟ فرمود در قرآن حج آمده، نماز آمده، زکات آمده، چگونگی نماز رو در بیار، چگونگی حج رو در بیار، مقدار نصاب زکات رو در بیار. انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. قرآن کتاب قانونه. قرآن میفرماد ما برای شما امام قرار دادیم، برای شما خلیفه قرار دادیم، برای کسایی که خالص برای ما بودن اینها رو به عنوان امام برای شما تعیین کردیم، انتخاب کردیم از بین مردم. تعیینش با کیه؟ با پیامبره. و پیامبر اکرم در مواطن مختلف از امیرالمؤمنین یاد کرد، در مواطن مختلف هم اهل سنت نقل کردن و شیعه که خب مورد اتفاق است که امیرالمؤمنین رو به مردم معرفی کردن، اما مردم گوش ندادن چون دنیا براشون مهم بود، دنبال دنیا بودن. یه سوال میکنن، قرآن میگه یوم ندعو کل اناس به امامه، یه روز میاد مردم رو با امامشون فرا میخونیم، میگیم مردم بیایید همراه با امامتون. یعنی در دنیا دنبال کی بودی؟ اگر امام تعیین نشده باشد آیه قرآن چگونه تفسیر میکنی؟ چگونه میخوای بیان کنی؟ فرمود هذا خلیفتی فیکم من بعدی فاسمعوا له و اطیعوه. دیگه نص واضح تر از این. فرمود هذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی و وارثی فاسمعوا له و اطیعوه. وارث منه،
من او رو برگزیدم، کلامش رو گوش دهید. و فرمود انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. الم ترض ان تکون اخی و خلیفتی من بعدی. با کدوم امام؟ با یزید؟ با اون امامتون که فرمود امام حسین فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمه معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثله. خیلی معذرت میخوام، نمیخوام وارد مصیبت بشم. یزید یه آدم کثیفی بود. یوم ندعو کل اناس به امامهم. امام فرا میخونیم. شما رو کدوم امام؟ کدوم شخص؟ آن کسی که جگرگوشه رسول خدا رو بین در و دیوار قرار داد، اون کسی که محسن رو موجب شد سخت بشه، این میخواد دست تو رو بگیره براتت محشر؟ یا آن امامی که خداوند متعال پیامبر فرمود میفرماد که من خدمت پیامبر بودم سلمان، دیدم رسول خدا سجده کرده این دعا رو میخواند، خیلی تعجب کردم. الهی به حق علی خفف عنی اوزاری. پیامبر در حال سجده صدا میزد خدایا به حق امیر المؤمنین از تقصیرات من بگذر. خب اینا آقایون یه نکته‌ای بگم. پیامبر اکرم شب معراج جای خودش رو دیده بود، میدانست اهل بهشت است. معصومین که این کارا رو انجام میدن میخوان به ما یاد بدن چگونگی عبادت رو. اومدم گفتم که یا رسول الله، سلمان میگه آمدم گفتم یا رسول الله قسم میخوری به نام علی ابن ابی طالب؟ گفت اگر میخواهی مقام امیر المؤمنین رو ببینی برو به بقیع و صدا بزن بندار. آمدم بقیع، صدا زدم بندار. اینا رو خداوند متعال برای بعضی ظاهر میکند تا حجت رو تمام کنه. شخصی اومد، گفتم جات کجاست؟ گفت در بهشت است متنعمم. گفتم چی داشتی تو که خدا اهل بهشتت کرد؟ پیامبر به سلمان گفت برو ببین. گفت من به جمال نورانی امیر المؤمنین علاقه داشتم. وقتی میخواستن به مسجد برن در خانم رو باز میکردم جمال امیر المؤمنین رو ببینم. این مقام امیر المؤمنین است. خدا که میفرماد ما برای شما افرادی رو برگزیدیم چون اینها بنده های شایسته ما بودن، یه روز میاد شما رو با امامتون فرا میخونید. به نص قرآن کریم امامت تعیین شده، خداوند خودش تعیین کرده. به کلام گوهربار پیامبر اکرم که از خداست امام تعیین شده و امام بعد از خودش رو تعیین کرده. پیامبر فرمود یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک. اگر مردم مثل عیسی ابن مریم که او رو خدا پنداشتند اگر تو رو نمی پنداشتند یک کلماتی در حق تو می گفتم که مردم برای شفا خاک زیر پا تو می گرفتن، توتیای چشمشون می کردن. اما چه کنم یا علی، می ترسم مردم در مورد دو چیز دیگه فکر کنن.
فضیل ابن یسار از امام پنجم و امام ششم نقل می کند روح انسان که از بدن خارج می شود ائمه حاضر می شن و در خصوص امیر المؤمنین نص خاص است که ایشان هم مشرک و هم خارج از طریق صراط او رو می بیند و هم مؤمنین. اینایی که خارج از جاده‌اند براشون مقام امیر المؤمنین ظاهر میشه و آنایی که مؤمنن شاد میشن لحظه ای که امیر المؤمنین روحی له الفدا رو در آخرین لحظه میبینن. باید ما نسبت به این نسل جوان وظیفمون رو ادا کنیم. همه ما موظفیم به آنچه که قدرت داریم شبهات موجود در جامعه رو رفع کنیم. آقایون یه روزی تو این تبریز بوده مراجع متعدد بودند، آنقدر نورانیت بوده که حوزه علمیه تبریز اشباع میکرده و لذا اون ولاء و این علما ایجاد کردن. امروز آثارش رو اگه تو دل جوونا ببینید مرهون اون فعالیته، اون گریه است. من امروز یه جایی صحبت میکردم یاد یه خاطره افتادم از پدرم که خدمت آقای خادم بودیم اون هیئتشون. یکی از آقایون گفت اون خاطره‌ای که پدرت برات نقل کرد این مسجد بود. پدرم میگفت من یه بچه بودم دست من رو کسی گرفت آورد تو همین مسجد. گفت روز عاشورا بود. نگاه کردم دیدم از در و دیوار صدای شیون میاد، اشک میاد، سر و صورت مردم خونیه، شیون میکنن. تبریز این بوده و به حمدالله حفظ شده، اما از نظر علمی اشباع نیست. همه ما موظفیم. این دو سه روزی که من خدمت آقایون بودم یعنی واقعا غصم شد که ما تکلیفمون سنگینه، باید کاری کنیم که نیاز جامعه رو تأمین کنیم. ببینیم جوانای ما چی نیاز دارن، دنبال اون بریم. خدایی نکرده فردای قیامت بازخواست نشیم. این جوان اگه منحرف شد به واسطه القاء شبهات، فردا قیامت هم تو مسئولی هم من. چه باید کرد؟ وظیفه ما چیست؟ لازم نیست که ما از یه محیط بزرگ شروع کنیم، از یه جایی شروع کنیم، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر. این حیات بزرگی که در تبریز هست اینا موظفن ابراز افرادی که متخصص در بعضی از رفع شبهات دعوتشون کنن. به نقل علامه مجلسی چون امام حسین به فاطمه زهرا مادرشون خیلی علاقه داشتن، لذا اسم تمام فرزندانشون رو فاطمه گذاشتن که تو واقعه کربلا فاطمه صغرا دارد، فاطمه وسطا دارد و فاطمه کبرا. و عرب مرسوم بوده است که برای نام دختراشون 2 نام میگذاشتن. و نقل میکند علامه مجلسی چون علاقه به امیرالمؤمنین امام حسین به پدرشون امیرالمؤمنین علاقه فراوانی داشتن، اسم تمام فرزندانشون رو هم پسر رو علی گذاشتن که علی اکبر، علی اصغر. سعی کنید این شبهه در شما اثر نکنه، نورانیت رو از بین میبره. امروز میخوام متوسل بشم به این نازدانه.
دو جا حماسه آفریده این دختره، این بچه. یه جا تو خود گودی قتلگاه، شب زینب سلام الله علیها بچه ها رو جمع کرد، چون وقتی زین العابدین فرمود فرو الی المیدان بچه ها پخش شدن. اون شب زینب سلام الله علیها دنبال بچه ها رفت. وقتی بچه ها رو جمع کرد، بعض مورخین و بعض مقاتل نوشتن که دو تا از این بچه ها رو نیافت، یکی حمیده دختر مسلم و یکی رقیه دختر امام حسین. حمیده رو متاسفانه وقتی یافتن زیر سم اسبان له شده بود، لذا فرمود زینب دیگه دنبال حمیده نگرد. دومیش حضرت رقیه است که صدای سوزناکش در مقتل، در قتلگاه، زینب رو به سوی قتلگاه کشاند. چه شبها را که تنها خفته بودم، خیلی شاعر قشنگ گفته، مصیبت رقیه رو نقل کرده. چه شبها که تنها خفته بودم، میان دشتها آشفته بودم، نمیدونستم کجا برم. پدر جان حرمله یک شب مرا زد، راستم گفته رقیه، الان مصیبتش رو براتون میخوانم. پدر جان حرمله یک شب مرا زد، رقیه جان مگه چه گفتی؟ به جرم این که بابا گفته بودم. تمام آرزویم بود بابا، همیشه گفتگویم بود بابا. دنبال پدر میگشت، خود رو به قتلگاه رساند، خود رو بر بدن انداخت، زمزمه میکرد، اشک میریخت. من الذی ایتمنی فی صغر سنی، من الذی قطع وریدک. پدر جان، من الذی خضبک بدمائک. رحم نکردن، فاجتمعت عدة من الاعتاب من الاصحاب فجرنوها من جسد من على جسد ابیها. چه کار کردند؟ آمدن نازدانه رو از روی جسد پدر